سلام، اسم من علیرضاست. تو این ویدیو میخوام بهترین نرم افزار ساخت لوکال هاست رو بهتون معرفی کنم. حتما همراه من باشید. معمولا کسایی که تازه شروع به یادگیری کردن یا میخوان یه سایت رو به صورت دمو بالا بیارن از لوکال هاست استفاده میکنن. حالا لوکال هاست چیه؟ لوکال هاست یه فضایی که شما تو سیستم خودتون بالا میارید و برای بقیه قابل مشاهده نیست. شما میتونید سایت رو روی اون سرور بذارید و فقط برای خودتون قابل مشاهده است. برای استفاده از اون نرم افزارهای مختلفی هستن مثل زمپ، مثل ومپ و غیره. خب ولی یه نرم افزار کاربردی دیگه هست که خیلی راحت تره، خیلی کار باش آسون تره، به اسم لوکال. حالا ما این نرم افزار رو چجوری میتونیم بگیریم؟ کافیه به سایت localwp.com بریم و اونجا روی دانلود فور فری کلیک کنید. اینجا پلتفرمتون انتخاب میکنید، اون سیستم عاملتون رو که من ویندوز انتخاب میکنم. اینجا اسمتون رو وارد میکنید و ایمیل و ارگانیزیشنتون هم انتخاب کنید. میتونید فریلنسر انتخاب کنید، فرقی هم نمیکنه. ایمیلتون رو که وارد کنید گتیت ناو که بزنید اینجا دانلود میشه و شما نصبش میکنید مثل هر نرم افزار دیگه ای. بعد که نصبش کردید این نرم افزار برای شما اینجا ران میشه. خب خیلی کار باش راحته. برای ساخت یه سایت کافیه روی کرییت نیو سایت بزنید. اینجا ازتون میخواد که انتخاب کنید ببینید یه سایت جدید میخواید بسازید یا فایل زیپ بکاپ یه سایت قبلی رو که دارید اینجا بالا بیارید. ما روی کرییت نیو سایت میزنیم، کانتینیو رو میزنیم. اینجا اسمش رو میگه انتخاب کنید. من اسمش رو میزنم تست 1. حالا تست خوب ننوشتیم، تست 1. کانتینیو رو میزنم. اینجا تنظیمات سرور رو خودش روی پرفر قرار داده. شما اگر تنظیمات خاصی میخواید انتخاب کنید روی کاستوم میزنید. اینجا میتونید ورژن PHP رو مشخص کنید که اگر اون ورژن هم نداشته باشه براتون دانلود میکنه، نوع سرورش رو و دیتابیسش رو. خب من روی پرفکت میزنم و ادامه. اینجا ازتون یوزرنیم، پسورد و ایمیلی که برای ادمین وردپرس میخواد رو باید بهش بدید. روی ادوانس آپشن که بزنید ازتون میخواد که آیا این سایتی که میخواد بسازید زیر مجموعه هم داره، ساب دایرکتوری یا ساب دامین، که ما میگیم نداره. اینجا ادمینا می نویسیم برای یوزرنیمش، برای پسوردش هم یه پسورد می نویسیم. ایمیل هم میتونید ایمیل خودتون انتخاب کنید یا همین ایمیل باشه. من همینو میذارم باشه. اد سایت رو میزنم و اینجا میبینید که خودش برای شما وردپرس رو نصب میکنه، دیتابیس رو تنظیم میکنه و سایت قابل مشاهده است بعد از چند لحظه. خب اینجا میبینیم که خودش وردپرس رو نصب کرد، خودش دیتابیس رو کانکت کرد به وردپرس و اینجا سایت رانه. اگر بخواید سایت رو متوقف کنید روی استاپ سایت میزنید. اینجا هم میتونید تنظیمات مربوط به سرورش رو انجام بدید. اینجا میتونید دامنه‌ای که به صورت لوکال در دسترس هست رو عوض کنید. اینجا میتونید SSL براش بذارید، تاییدش کنید و خیلی آپشن جالبیه که میتونید روی خود لوکال هاستتون هم SSL رو فعال کنید. اینجا وب سرورش رو انتخاب میکنید. اینجا ورژن مختلف PHP رو انتخاب میکنید و وان کلیک ادمین اگر روش بزنید، ادمین رو که انتخاب کنید مستقیم وارد پنل ادمین میشه. ورژن وردپرسی که اینجا نصب هست رو میتونید ببینید و تو این تب چیز دیگه من فکر نمی‌کنم لازم باشه بدونید. توی تب دیتابیس هم اگر روی این گزینه بزنید براتون پنل دیتابیس رو براتون باز میکنه، تیبل های دیتابیس رو براتون باز میکنه و اگر روی اوپن سایت بزنید براتون سایت رو بالا میاره. میبینید که روی این آدرس، روی این لینک
خودش وردپرس رو نصب کرده و به صورت دیفالت تنظیماتش هست. حالا اگر بخواید فارسیش کنید که باید برید توی تنظیمات خود وردپرس فارسیش کنید و تنظیمات دیگر رو انجام بدید. دیدید که چقدر راحت کار کردن با این نرم افزار. خودش براتون وردپرس رو نصب میکنه، تنظیماتش رو انجام میده و یه چیز کامله به نظر من که برای کسایی که مبتدی هستن یا میخوان سرعت عمل کارشون رو بالا ببرن این خیلی کمک میکنه تا بخوان از نرم افزارهای دیگه استفاده کنن که باید به صورت دستی این کارا رو انجام بدن.